کرد و خدا لعنت کند به اشخاصی که نمیخواهند بخواهند دانشگاه سیاسی باشد. امروز دانشگاه زنده است و میتوان در سرسرای آن هنوز صدای مرد بر شاه دانشجویان، صدای غرش تفنگ و صدای ناله سعادت اهورایی را شنید. هنوز بوی خون تازه آنچه شهید و سر فرش‌های دانشکده فنی به مشام میرسد. هنوز آرمان این سپس ساده خود شعبان دیمقها شانزده آذری در کار است، گرچه در روزهای دیگر 18 تیر 25 خرداد و اخیراً 16 آذر 88. امروز نیز دانشگاه مورد هجوم زورمندان خردسپید است. امروز نیز دانشجو پرچم عدالت‌خواهی و آزادطلبی را برافراشته است. امروز دانشجو نه تنها به دنبال عدالت اقتصادی که به دنبال عدالت سیاسی و اجتماعی نیز هست. معنای عدالت این نیست که حق یک ملت برای تعیین سرنوشت خود نادیده گرفته شود. عدالت این نیست که 6 نفر سرنوشت 60 میلیون نفر را عدالت این نیست که ادعاها و شفاها در خیابان‌های تهران در خون خود ببرند. عدالت این نیست که صدای میلیون‌ها مردمی که آرام و مکالمت‌آمیز برای اعتراض به نتایج انتخابات که حق قانونی آنان بود و به خیابان‌ها آمده بودند در گلو خفه شود و دست آخر به جرم شرکت در راهپیمایی غیرقانونی به سالها حبس محکوم شود. دیری نیست که ملت ایران با رهبری خمینی کبیر و با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد بساط ظلم و جور را در هر شکستان تیر فرزانه را عنوان راهبر خود بزرگ داره. اما چه سود توصیه‌های آن مرد بزرگ در حفظ حقوق امت را وانهادند و همچون خوارجی که از اسلام تنها قرائت عربیان را فهمیده بودند تفسیر آن بزرگوار را در برابر تفسیر او از اسلام نهادند. چرا ایران از خود نپرسیدند چه چیز بود که ملت ایران را شیفته امام و اسلام ناب محمدی خمینی کرده بود؟ چرا اینان لحظه‌ای به خود نمی‌آیند که اسلام خمینی اسلامی نبود که در آن دروغ و ریا و تزویر جای داشته بود؟ اسلامی نبود که در آن فرزندان ملت در دانشگاه با انواع اصطلاح سر مورد حج حرمت واقع شوند و دست آخر به حج حرمت نظام و دشمنی با ملت محکوم شوند؟ اسلامی نبود که در آن دلشویی از ملت و شنیدن آلام آنان حرام و جاسوسی از ملت و تهمت با آنان جایز باشد؟ چگونه از عده‌ای نام بزرگ خمینی کبیر را مصادره نمودند و به خاطر ندارند که آن بزرگوار بیش از استکبار خارجی با استکبار داخلی و ضایع کنندگان حقوق ملت در افتاد؟ یاران دبستانی، آری امروز هستند کسانی که در این سرای امید بذر ناامیدی و نفرت داشتند. هستند کسانی که امید ملت رشیدی که با سکوت سخت خود به خیابانها
سربلند میخواستند را ناامید کنند. هستند چه کسانی که امید امثال روح الامینی را در اوضاع کهریزک ناجوان مردانه پامال کنند و پس از 6 ماه همچنان مقصد حقوق به دست آمده و قدرت به دست آمده خون او را به گردن اینان اندازند. اصلا کسانی که نمیخواهند باور کنند که آنقدر که خود باور دارند ملت با آنان رأی ندادند. اصلا کسانی سرمایه ها و ثروت ملت را مانند دخل و خرج خانه خود به این و آن میبخشند و از طرف احساس و مدار خانواده برای تربیت از این همسایه و آن همسایه و آن خانه داغ و درخت می‌ستانند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن اعلام وفاداری کامل خود به آرمان‌های برآمده از انقلاب اسلامی خواست ملت ایران و امام راهب به عنوان حامل خواسته‌های مردم که در 3 شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی متجلی گشت لازم می‌دارد نکاتی را جهت استحضار دانشجویان